مطمئنم اینو نمیدونستی که کیف تو باید بر اساس فرم بدنت انتخاب کنی. اگه پایین تنه پهن و بزرگی داری و بالا تنت کوچیک و ظریفه، بهتر از کیفای استفاده کنی که توجه به سمت بالا تنه میکشونن، مثل کیفای دوشی و کوله پشته‌ای یه طرفه. حالا برعکس، اگه پایین تنت کوچیک‌تر از بالا تنته، تو اندامت مثلث برعکسه. باید توجه از بالا بیاری به سمت پایین. توت‌بک‌های بزرگ و کراس بادی هایی که بنداشون تا پایین تنه میان برات خیلی مناسبن. اگه قسمت شکم و کمرتون بزرگتر از جاهای دیگه است، سرشونه و پایین تنه کوچیکن، شما اندامتون سیبه. توجه رو از وسط به سمت بالا و پایین ببرید. بهتر از کیفای نسبتاً بزرگ دستی استفاده کنید، کیفایی که حالت مستطیل و مربع دارن. فرم بعدی اندام خط کشی، خط سرشونه، خط کمر و خط لگن توی راستا قرار میگیره. از اندام شما راسته و فلت هستش. کیفایی که حالت هلالی دارن، کیفایی که حجم میدن به اندام شما، مناسب ترینن. تو کامنت ها برام بنویس که فرم اندامت کدوم بود. پیج این کیفای خوشگلتون تگ کردم، حتما فالوشون کنید. به خاطر اینکه خرید اقساطی دارن، میتونید فقط با 200 تومن صاحب این کیفای خوشگل بشید.